سلام دوستای خوبم، به چالش 7 روز تربیت بدون فریاد روز سوم خیلی خیلی خوش اومدید. همونجور که توی پست مربوط به این آموزش براتون توضیح دادم، ممکنه وقتی که مهمونی میرید، سفر میرید یا حتی داخل خونه یک سری قشقرق ها، یک سری موضوعات، بحث ها و جیغ ها، واکنش های از فرزندتون ببینید که توی اون لحظه ندونید که باید چه کاری رو انجام بدید، کنترل از دستتون خارج بشه و به سر کوچولوتون فریاد بزنید یا حالا واکنش های دیگه ای رو انجام بدید، باهاش قهر کنید، تهدید زبونی کنید، بترسونیدش یا تهدید کنید که حالا مثلا به بابات میگم تو سنهای بالاتر. تمام این موارد جزئی از تربیت به حساب میادش. حالا بیایید فرض کنیم که ما یک کودک 2 ساله داریم که یک اسباب بازی رو خیلی دوست داره، اسباب بازی مربوط به خودش، یه چیز ماشین کوچولویی، اسباب بازی خیلی کوچولویی هستش که خودش بهش خیلی احساس خوبی رو داره و واقعا از ته دلش دوستش داره. شما وارد یک فضای مهمونی میشید، بچه اون خانواده، حالا کوچیکتر یا بزرگتر از فرزند شما، میادش و این اسباب بازی رو از دست کوچولوی شما میگیره یا برعکس کوچولوی شما میره از دست یک بچه دیگه اسباب بازی رو میکشه. چه اتفاقی تو اون لحظه میفته؟ بچه ها شروع میکنن به جیغ زدن، گریه کردن، به خصوص که اگر اون اسباب بازی که بچه شما خیلی دوست داره یه بچه بزرگتری بیاد از دستش بکشه و بعد اون رو حالا پرتش کنه، بعد بگه که اصلا این ماشین تو خیلی زشته، بابای من مثلا داشتیم تو مثالهای مشاوره، من خودم گنده تر از این رو دارم، چه ماشین زشتی داری و اینا، اصلا خوب کردم گمش کردم و اینها. و اون لحظه بچه شما چون یک نسبت احساسی به اون وسیلش داشته، فوران میکنه، اون هیجاناتی که داشته مثل یه آتش فشان فوران میکنه و شروع میکنه به جیغ زدن، گریه کردن و دست و پا زدن. حتی ممکنه که بخواد بره طرف مقابل رو بزنه و شما تو اون صدام ثانیه سر میرسین، کوچولوتون رو بغل میکنین، همونجور که داره دست و پا میزنه تو بغل شما، غرق گریه است، داره جیغ میزنه، تحملش رو نداشته، بار احساسی اون خیلی زیاد بوده. حالا فکر کنید تو اون لحظه شما برگردید به این مامان، چیزی نشده که، اتفاق خاصی نیفتاده که بیا اینو میخواستی بیا این رو بگیر. خب اولین کاری که شما اینجا کردید اینه که احساسات کوچولوتون رو نادیده گرفتید، چیزی که برای اون به نوبه خودش خیلی مهم بوده به چشم شما ولی اون یه چیز مهمی نبوده. همین عدم تایید احساسی باعث شد که کوچولوی شما مثل آتش فشان و فوران کنه، جیغ بزنه یا اون چیزی که میخواستش رو پرتاب کنه، بخواد که با این واکنش‌های هیجانی بهش برسه. نکته خیلی مهم اینه که شاید تو اون لحظه‌ای که شما سر رسیدید کوچولوتون رو بغل کردید به کس دیگه آسیب نرسونده یا کس دیگه بچه دیگه به بچه شما آسیب نرسونده. دغدغه اصلی ما پدر مادرها این هستش که ما همیشه در کل شبانه روز نمیتونم مراقب فرزندم باشم و لحظه هایی هستش که این پیش میاد من در حال آشپزیم یا حواسم نبوده، سرم تو گوشی بوده، هر چیز دیگه ای، امکان این که ما 24 ساعته بخوایم که مراقب رفتار و کوچولومون باشیم، رفتار و احساساتش باشیم و بخوایم اون رو کنترل کنیم توی روزهای اول اصلا وجود نداره که اونها دست به کارهای خطرناکی نزنن. پس ما توقع داریم که بچه‌هامون کم کم صبوری کردن رو یاد بگیره تو صدام ثانیه چجوری رفتار کنه، وسیله کس دیگه ای رو نگیره، جیغ نزنه، از این واکنش‌های قشقرقی به پا نکنه که در تبع اون من مادر هم عصبانی نشم، داد نزنم و نخوام یه سری کارایی کنم که میگن که حالا مادرها میگن تقصیر خودش بود، در آخر میگه تقصیر خودش بود که این کارو کرد، اگه اون کارو نمیکرد من کنترلم از دست نمیدادم که سرش داد بزنم. یا مثلا میگه که اگه مشقاشو مینوشت من مثلا دفترشو پاره نمیکردم. یه همچین توجیه‌های علت و معلولی تو ذهن همه مادرها هستش که اون کارو کرد و این مجوز رو به ذهنش میده که آره پس من حق داشتم تو اون صدام ثانیه، هر کس دیگه هم جای من بود حق داشت که از کوره
در بره و با این حرف‌ها هی ما داریم به ذهنمون مجوز میدیم که آره تو حق داری و تو میتونی یک سری کارهای از تا فراتر از این رو در حق بچت انجام بدی، به جای اینکه دیدگاه درست رو ما بیایم انتخاب کنیم. این مبحثی که دارم به شما میگم یه قسمت کوچیکی از فرزند پروری هستش. ما اینجا اول میخوایم به شما یاد بدیم شما خودتون بتونید خودتون رو کنترل کنید و رفتارهای غیر عادی نشون ندید، بعد بخواید که فرزند پروری رو اصلا عملی بخواید پیاده کنید. و این نکاتی که مربوط به این که بچه جیغ میزنه پرتاب میکنه اون لحظه چیکار کنید مربوط به فرزند پروریه. شما اینجا دقت کنید، چیزی که پس ما تو اون لحظه میخوایم اینه که ما میخوایم بچه‌مون رفتار عاقلانه داشته باشه. حالا اون چیزی که باعث میشه بچه‌های ما رفتار عاقلانه رو بیان انتخاب کنن، در تبع اون همه بیان تشویقش کنن، به به چه پسری، به به چه دختری، چقدر عاقلانه رفتار کرد، وای اسباب بازی تو دادی، یا چه کار خوبی کردی که اینجا مثلا جیغ نزدی. این چیزهایی که رفتار عاقلانه ما اسمش رو میذاریم و تحسین اون یا برعکس اون واکنش‌های احساسی که بچه دوچارش میشه، حتی ممکن اصلا انقدر خطرناک باشه یه کار خطرناکی رو کنه، یهو مثلا دست شما رو ول کنه بره خدای نکرده توی خیابون، یا یه چیزی رو داره فرو میکنه توی پریز برق. خب تمام این کارهای خطرناکی که به موجب اون بچه تنبیه میشه. تنبیه یعنی چی؟ تهدید به این که من حتما یه بلایی میخوام سر تو بیارم، یا از یک چیزی منعت کنم، یا تهدیدش بکنیم که این کار رو بخوایم انجام بدیم. همه اینها یک سری فعل و انفعال هستش که توی مغز بچه‌های ما داره اتفاق میفته. چه واکنش خوبه، اون چیزی که ما انتظار داریم، چه واکنش بده که به تبع اون ما هم نسبت به اون رفتار واکنش نشون میدیم، همش توی مغز بچه‌های ما هستش و توی ذهن و مغز خودمون هم یک سری فعل و انفعالات داره اتفاق میفته دیگه، که ما سعی داریم اون چیزی که تو ذهن شما هستش رو اینجا بررسیش کنیم، شما نسبت بهش آگاهی داشته باشید و به یه خود کنترلی برسید. چون الان جلوتر این قسمت پادکست انقدر مهمه، انقدر با ارزشه که اگر با دقت بهش گوش بدید، نکاتی که مربوط بهش هستش رو دریافت کنید، واقعا میتونه انقلابی رو در جهت تربیتی، اصلا مسیری که داشتید به اشتباه میرفتید رو قشنگ مثل یه ویز راه برگردون، یه دور برگردون میزنید و از اینجا بعدش رو خیلی خیلی درست میرید. مغز ما و مغز همونطور بچه ما یه خونه 2 طبقه هستش. حالا هم قسمت نیمکره راست داریم، نیمکره چپ داریم. این رو به مثل یک به علاوه در نظر بگیرید، چشماتون رو ببندید، یه به علاوه در نظر بگیرید. ما داریم راجع به اون خطی صحبت میکنیم، خط عمودی صحبت میکنیم که از بالا به پایین هستش که کمتر جایی راجع بهش صحبت شده. ساختمون بالا، طبقه بالای مغز ما مربوط به کارهایی هستش که خیلی منطقی هستش، دونه دونه بهتون میگم. از طبقه پایین به نظرم شروع کنیم. طبقه پایین که توی ساقه مغز ما قرار داره، سیستم لیمبیک ما اونجا قرار داره. توی ساقه مغز ما یک سری کارها رو ما به صورت غریزی اتوماتیک انجام میدیم بدون اینکه اصلا بخوایم راجبش حتی فکر کنیم، مثل پلک زدن، مثل نفس کشیدن، یک سری کارهای غریزی. خشم هم یک چیز غریزیه مامانها، خشم یک چیز غریزیه. خوبیش اینه که یعنی هر احساسی توی ما به یک علتی وجود داره و احساس خشم برای این وجود داره که ما وقتی که میخوایم یه اتفاقی برامون میفته بتونیم از خودمون محافظت کنیم. موقعی که شما خشمگین میشید اگر دقت کنید تمام عضلات بدنتون منقبض میشه. اصلا خود احساس خشم یک سری فعل و انفعالات رو تو بدن شما به وجود میاره که توی کنترل خشم و خود احساس خشم مثلا یک پادکست جداگانه داریم براتون در نظر گرفتم، راجبش صحبت میکنیم. توی اینجا فقط در همین حد بدونین که خشم هم یک احساس غریزیه، اتوماتیک بدن ما به خاطر اینکه بخواد از ما محافظت کنه یک سری واکنش ها رو از خودش نشون میده. مثلا بچه ما یه کاری رو انجام داده، ما عصبانی میشیم، خشمگین میشیم چون دیگه خسته شدیم، بدنمون داره آلارم میده. ولی اون لحظه ما نمیدونیم که بدنمون در مقابل کودکمون یک واکنشی رو داره نشون میده، واکنش خیلی زیادی رو داره نشون میده که ما باید اون رو کنترلش کنیم. یعنی یه جوری باید خودمون جلوی بدنمون رو بگیریم.
توی قسمت‌های غریزی که گفتیم حالا مسئولیت هم همون جنگ و گریز، احساسات قوی، هیجانات تماما اینجا هستش. طبقه بالا منطق ما هستش، رویا پردازیمونه، فکر کردنمونه، برنامه ریزی، همدردی، خودشناسیمون هستش، اخلاق مداری، دقیقا همون چیزی که ما توقع داریم بچه‌هامون توی اون موقعیت‌ها اخلاق مدار باشن، رفتار درست رو انجام بدن. و هی ما میگیم چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، چون طبقه بالا و طبقه پایین مغز بچه ما به همدیگه باید وصل بشن، مثل یک پلکانی، یک سری پله ها از طبقه پایین به طبقه بالا باید متصل بشه و مهارت من پدر و مادر هستش که این آگاهی رو داشته باشم، بتونم ارتباط بدم غریزه و احساساتش رو به سمت فکر کردن، اخلاق مداری، همدلی کردن. این ارتباطه هنر من و شماه. این هنره تو فرزند پروریه که پیش میادش و توی خود شما هم همینه. شما قسمت پایینی مغزتون یک سری کارهای اتوماتیک انجام میده، خشمتون هست، نفستون هستش، دمای بدنتون هستش. قسمت بالا منطقه. پس تو 100 ثانیه شما باید بتونید بین این دوتا هم ارتباط برقرار کنید و بعد بیایید حالا با یک سری تکنیک ها اونها رو به فرزندانتون یاد بدید. کارکرد این دوتا نیمکره کاملا با هم دیگه متفاوت هست، نیمکره پایینی و نیمکره بالایی. و یک چیزی که خیلی اینجا مهم هستش میخوام بهتون بگم این هست که این پله ها، این تمام مواردی که قرار شما یاد بگیرید، کوچولوتون یاد بگیره، یک سری ارزش های بنیادی رو داره به مغز شما و به مغز کوچولوتون وارد میکنه. این ارزش های بنیادی هر روز که تمرین بشه، یعنی جزو روزانه شما، روزانه فرزندتون بشه، تصمیم گیری هایی که شما میکنید بر اساس این ارزش هایی هستش که ما الان داریم نهادینه میکنیم توی ذهن شما. یک سری ارزش ها، یک سری اطلاعات هست که شما از اینجا بعد وقتی میخواید تو 100 ثانیه کاری رو انجام بدید میدونید که بر چه اساسی باید اون تصمیم رو بگیرید. خود کنترلی داشته باشید، سنجیده باشه. برای همینه که من توی 2 پادکست قبلی اومدم اول گفتم مامانا بیایید احساساتتون رو توی یه کاغذ بنویسید، یعنی نیمکره پایینی مغزتون، اون چیزایی که غریزیه، احساساتتون رو بنویسید، رفتاراتون رو بنویسید. بعد اومدم تو پادکست دوم به شما گفتم چی؟ گفتم بیایید یه لیست رفتار برای خودتون داشته باشید. شروع کنید یه سری رفتارهای جایگزین که فکر میکنید تو اون 100 ثانیه به شما کمک میکنه رو یادداشت کنید و اون رو تمرینش کنید. در واقع ما به ذهن شما این آلارم رو دادیم، این فرصت رو دادیم که خودش یک چرایی بهش دادیم، مثل ذهن ما مثل گوگله، توش سرچ کردیم با این کار. نیمکره پایینی احساس رو به نیمکره بالایی رفتار و منطق و جایگزینی وصلش کردیم، ارتباطش دادیم و تمرینات رو مدام داریم تکرار میکنیم. هی میگم احساس، مامان، رفتار، چه واکنشی داشتی، مامانای عزیز بنویسید تا معجزه این چالشی که با هم دیگه شروع کردیم رو ببینید. این ارتباطه رو بذارید برقرار بشه بین نیمکره های مغزتون و بذارید تاثیراتش توی زندگیتون جریان پیدا کنه. بزرگترین مانعی که باعث میشه که ما به یک سری چیزها توی زندگیمون نرسیم و خیلی بهونه بگیریم، همین کارهای به ظاهر ساده هستش که ما انجام نمیدیم. میگیم داریم گوش میدیم دیگه، چرا حالا برم بنویسم، بذار گوش بدم، حالا در انتهاش چیزی دستگیرم میشه. نه مامان، یه سری چیزها رو باید بنویسی، اینا تماما مهارته. شما باید بنویسید، از ذهنتون باید کار بکشید. باز براتون توضیح میدم، حتی برای بچه ها هم همینه. ما ذهنمون یک جاهایی توی یک مسائل سطحیه، حتی برای بچه ها، و با سوال پرسیدن از بچه ها، بارش فکریشون، میتونیم این نیمکره ها رو به هم دیگه وصل کنیم. واسه همینه که موقع بازی یا بچه‌ها که کاملا صحبت کردن، بچه‌های 2.5 ساله 3 ساله به بالا، میگیم هی بچه سوال کنید، اگه تو این کارو میکردی چی؟ اگه تو جای اون بودی، اگه تو نقش جایگزین مثلا اون نقش اون کارتونه بودی، کاراکتر اون کارتونه بودی، تو چی کار میکردی؟ هی سوال میذاریم توی ذهن بچه‌مون تا
با سوال کردن اون قسمت از ذهنش رو فعال کنیم و با تمرین کردن این دیگه میشه ارزش، این دیگه نهادینه میشه توی شما، توی کوچولوی شما. اگه یادتون باشه گفتیم که یکی از کارکردهای مغز بالا کنترل رفتار و احساسات هستش و اون خودشناسی و اون همدلیه. نکته بارز، حالا یه نکته دیگه از فرزند پروری به شما بگم، بچه‌های ما تا 4 سالگی احساس همدلی ندارن. چرا؟ چون اصلا ما اینو نهادینه نکردیم، یادشون نه، اتوماتیک هم خودشون بخوان هی برن جلو، آزمون رو خطا کنن، برن جلو بهش برسن، اون همدلیه رو دیگه توی 4 سالگی 5 سالگی اینا متوجه میشن. بعضی از والدین رو ما میبینیم واقعا هم ناراحت میشم تو مشاوره ها، میگه مثلا موی منو میکشه، گازم میگیره، واقعا دیگه خسته شدم، ناراحت میشم، اصلا متوجه نمیشه. باباش میدونید برای اینکه متوجه بشه این کار واقعا درد داره، مثلا بچه 2 ساله موشو میکشه، گازش میگیره، اونم این کار رو انجام میده که متوجه بشه این کاره که مثلا مویی که داری میکشی درد داره، نباید این کار انجام بدین. بچه 2 ساله شما اینو متوجه نمیشه و شما با این کارتون تو هر صدم ثانیه، با هر رفتار، با هر عملتون یک چیز رو دارید به بچه‌تون یاد میدید و توی این موقعیت به خصوص شما فقط دارید به بچه‌تون یاد میدید که مامان تو میتونی تلافی کنی، تلافی کردن رو یادش میدید، به جای اینکه اصلا شما احساسات رو بهش بشناسونید، کنترل رو بهش، خود کنترلی رو با فرزند پروری بهش یاد بدید، دارید تلافی کردن رو توی این مقطع بهش یاد میدید. برای همین توی تربیت بدون فریاد مهمترین نکته و قدم اولی که شما باید بردارید تمرین ها و خودشناسیه. شما اول خودتون، احساسات خودتون، اون الگوی اولی که به شما گفتم به ظاهر ساده هستش، پشتش فلسفه ها هستش رو باید درک کنید. فکر من چی بوده، احساس من چی بوده، رفتار من چی بوده، واکنش‌های بدنی من چی بوده. وقتی که شما به یک خودشناسی میرسید دیگه نباید ناامید بشید، باید ادامه بدید و اون تحریک ها و اون تفکرات و اون صحبت ها، اون تمرین ها رو مدام پشت سر هم ادامه بدید. حتی خودشناسی توی بچه ها، توی فرزند پروری ما این رو به مامانا میگیم که شما توی نقاشی بکشید با کوچولوتون و بگید احساسات اینها چجوری هستش. از همون زمانی که بچه 1 سالگی به بعد که خودکار رو میگیره شروع میکنه به خط خطی کردن، میتونه این قدم، این استارت، این جرقه توش بخوره که این نیمکره ها رو تا حدودی به هم دیگه متصل کنه و با کارها، بازی هایی که هدفمند هستش این رو سوقش میدیم به سمت این موضوع. یک نکته از کتاب آقای دنیل سیگل که در ارتباط با کارکرد مغز بچه‌ها هستش بهتون بگم. توی این کتاب یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه در واقع انسان زمانی میتونه به وادی اخلاق مداری پا بذاره که علاوه بر خودشناسی و درک اعماق وجود خودش، توانایی درک متقابل و همدلی رو داشته باشه. شما اگر خودشناسی نداشته باشید، درک وجودی خودتون، اعماق وجود خودتون رو نشناسید، نمیتونید اصلا احساسات یک نفر دیگر رو درک کنید، خودتون رو جای یک فرد دیگه بذارید که باز این هم جزو مبحث هوش هیجانی میشه که ما احساسات رو باید به بچه‌ها یاد بدیم که بتونن دنیا رو از نگاه انسان‌های دیگه هم تماشا کنن و بعد کم کم این همدلیه رو براش به وجود بیاریم که این واکنش‌هایی که توی مثلا مهمونی‌ها می‌بینیم، سفرها می‌بینیم، به این شدت رخ نده. و نکته مهم بعدی اینه که بچه‌های ما، بارها گفتم، از آموزه‌های عملی ما بیشتر چیز یاد میگیرن تا آموزه‌های گفتاری ما. شما اگر دارید تربیت بدون فریاد رو تمرین میکنین، از بچه‌تون میخواید که خود کنترلی داشته باشه یا یه جاهایی رو بهشون، حالا بچه‌هایی که خود لمسی میکنن، خود ارضایی میکنن تو بحث تربیت جنسی، وقتی که یعنی در واقع ما از بچه‌مون میخوایم که بتونه خود کنترلی داشته باشه، اون کار رو انجام نده، یا بچه‌هایی که مدام دست تو بینیشون میکنن. ببینید چقدر وسیعه، چقدر مهمه این بخش و چقدر قسمت فرزند پروری و تربیت بدون فریاد قابل تعمیم به تمام موارد. خواب هست، به تربیت جنسی هستش، به همه موارد هست. با همین نکته ساده‌ای که شما بتونید خود کنترل رو جا بندازید.
بخرید. حالا شما وقتی نتونی خودت به عنوان یک بزرگسال خود کنترلی داشته باشی، چطوری میتونی این رو به بچه‌ت یاد بدی؟ حتی تو بچه‌هایی که مامان داشتم تو مشاوره 10 ساله 11 ساله بوده بچه‌ش، ما این واژه رو، یعنی مادر رو، به یک برنامه‌ای که ترمیم کردیم بودش که مامان مثلا شکر نمیخواد بخوره و یک برنامه‌ای رو انجام داده و داره بهش متعهد میشه که خودش رو کنترل کنه، شکر رو از برنامه غذاییش حذف کنه. داره خود کنترلی میکنه راجع به یک موضوعی، یا داره موقعی که بابا باهاش صحبت میکنه، وقتی که از یه موضوعی ناراحته، به جای اینکه داد و فریاد کنه یا حالا خاله، عمه، هر کسی، خود کنترلی میکنه، رفتار جایگزین استفاده میکنه تا یه حدی احساساتمون رو خفتگیری میکنیم، بعد خود کنترلی داریم و میتونیم تو صدام ثانیه تصمیم بگیریم. حالا از بحث مقدمه و چیزایی که کلی بود گذر کنیم، اینا آگاهی بود. بریم به سمت تکنیک‌های عملی این جلسه که اسم تکنیک این جلسمون این هستش که زمان بخرید. زمان خریدن چطوریه توی تربیت بدون فریاد؟ اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که به مجوزهای ذهنیمون دقت کنیم و اونا رو یادداشتشون کنیم. فکر منفی من احساس منفی به وجود میاره، احساس منفی رفتار منفی و رفتار منفی زبان بدن منفی رو ایجاد میکنه و اون حالتایی که بهتون گفتم، وقتی عصبانی میشی ضربان قلبت میره بالا، تنفست سریع‌تر میشه، ضربان قلبت حتی ممکنه که تو صدام ثانیه فکر کنی که اصلا نمیتونی چیزی رو بشنوی، فقط و فقط از یک موضوع ناراحتی و تمرکزت رو گذاشتی روی اون موضوع. از کارهایی که اون چهارچرخ ماشین رفتار رو پنچر کنیم و به احساسمون میگیم اوکی الان احساسم 10، یه ذره زمان میخرم تا نمره احساسم بیاد رو 5، بیاد رو 6، بیاد رو 2. خب این زمان خریدنه توی معمولا 20 دقیقه اتفاق میفته، به خاطر فعل و انفعالات هورمونی هستش که توی تکنیک 20 فردا براتون میگم که این رو باید چی کار کنید. توی زمان خریدن وقتی که طرف مقابل همسرتونه، بچه‌تون هستش، مهم اینه که اون بتونه صحبت کنه یا نکنه. اگر همسرتونه، الان شما یه موضوعی ناراحت شدید، بهش میگید که اوکی الان ناراحت شدم، یا کلا سعی میکنید که اون بحث، اون موضوع رو یه جوری به تعویقش بندازید، چون طرف مقابل شما هم ممکنه همچین واکنش احساسی داشته باشه و سیلاب هیجان‌ها اتفاقات خیلی بدی رو رخ میده. یعنی ما اون سیلاب و طوفانی از هیجانمون که باعث میشه داد بزنیم، کتک بزنیم، کار مختلف کنیم رو جلوشو میخوایم با یه سدی بگیریم. بعد بچه‌مون هم داره توی یک سیلابیه دیگه، وقتی جیغ میزنه سیلابی از هیجان‌ها داره بچه‌مون با خودش میبره. خب در تمام روح و روانش رو به هم ریخته که توی اون لحظه حتی این تکنیک رو بچه‌ها هم تاثیر میذاره که شما زمان بخرید اون از اون موقعیتی که هستش دور بشه، حواسش نسبت به اون پرت بشه. دیدید میگن که مثلا بچه‌ها الان تو این سن متوجه نشن فقط حواسش رو به یک چیز دیگه پرت کن، خیلی هم سریع گول میخورن بچه‌ها. برای اینه اگر موقعیتی مکانی هستش که توش هستید، سعی کنید با یه ذره زمان خریدن شما اون محیط رو ترک کنید. ولی ترک محیط قانون داره، نباید با حس ناراحتی اون محیط رو ترک کنید. برید در رو مثلا یهو بکوبونید. خونه مادر شوهرتون مثلا خواهر شوهرتون یه چیزی گفته، برید در رو محکم پشت سرت ببندید. اینجوری نه، با سیاست. مثلا من میرم تا تو حیاط یه دور بزنم، مثلا شاهانو میرم یه دور بزنم میام، یا یه دقیقه اینجا بشین من یه کوچولو یه دقیقه برم تو همون یه دوش بگیرم آرام برمیگردم. حواستون اینجا هسته، میدونی با سیاست ها و موقعیت و مکانه که داخلش هستید رو تغییر بدید. بعد میریم مثلا پیش، اگه بچه مثلا یه کاری رو انجام داد، مثلا زده بود چیزی رو شکونده بودش، اگر همسرتون بود کنارش، میگید بلافاصله شروع نکنید مثلا ظرف شکسته یا لوازم آرایشی شما که خورده خاکشیریش کرده رو جمع کنید، چون اون لحظه هیجانات شما رو تشدید میکنه. در عین حال که داری
واکنش احساسی ناراحت شدیدی بدنت داره ریاکشن نشون میده که آقا این اومده پنکیک تو رو شکونده، به این شکل شما درکش نمی‌کنی، ولی در واقع بدن داره اینجوری فکر میکنه و عمل میکنه. شما ناراحتی، ممکنه گریه کنی، حالا میخوای بری تیکه‌هاش هم جمع کنی، شدیدترش میکنه. مثل این هستش که شما یه آتیشی رو بخوای بری روش بنزین بریزی. فقط باید از اون محیطه با تکنیک زمان خریدنه دور بشید. این خیلی مهمه. حالا بچه هست، تو اون لحظه که میبینید داره میره بالا درجه احساستون، میگی یه دقیقه مامان نیاز داره یه کوچولو تنها باشه، تو اینجا نقاشی تو کن، این چاپیا رو بچسبون اینجا تا مامان برگرده. چون منبع امنیت بچه هم ما این دیگه، نباید تو اون لحظه بهش بگیم که وای دیگه باهات قهر میکنم، دیگه دوستت ندارم، این چه کاری بود کردی. دقیقاً داریم به دلبستگی بچه آسیب میرسونیم که از منبع امنش که من مادر هستم دارم طردش میکنم، دارم میگم برو دوستت ندارم. حالا اون لحظه من خودم منطقی فکر نمیکنم که به خاطر یه پنکیک، به خاطر یه لیوان، به خاطر حالا هر چیزی، تلمبار احساساتی که از گذشته روم مونده، خستگی، شوهرم یه حرفی زده، رو سر بچه‌م داره خالی میشه، ولی اون داره اون دلبستگی، اون حس امنیته که مامان پناهشه رو داره خدشه‌دار میکنه. حواسمون به این باشه. پس این تکنیک زمان خریدنه میتونه روی روابط من با بچه‌م خیلی تاثیر بذاره. حتی روی روابط من با همسرم هم میتونه خیلی تاثیر بذاره. یک لیست رفتار جایگزین برای اون لحظه نمونه است بهتون میگم. حالا شما دوست داشتید میتونید استفاده کنید، اگر نه ببینید خودتون با چی راحتید. مثلا حموم رفتن، مثلا یه لیوان آب خوردن، مثلا بعضیا میگه من وضو میگیرم اوکی میشم، اونم خب دلیل علمی داره. شما وقتی آب رو صورتتون میزنید یا یه لیوان آب میخورید، اون دمای بدنتون که رفته بالا رو شروع میکنه به کم کردن. یا مثلا بعضی میگن ما میریم سری ظرف میشونیم. هر تغییری یا هر تمرینی که شما انجام میدید یه جاده عصبی داره تو ذهنتون درست میکنه که شما هی با تمرین کردنه میتونید کنترل محیط رو دست خودتون بگیرید. اون لحظه شما نیاز دارید که یک مقدار به ذهنتون این فرصت رو بدید که اون راننده احساسه بره کنار، منطقه بیاد جاش رو بگیره و واکنش هیجانی تو اون صدم زمان انجام ندید. پس تمرین این جلسمون سوا بر تمرینی که روزای قبل از اول و دوم همه رو انجام دادید، تمرین امروز که اضافه میشه این مورد هستش که من فلان موقعیت برام پیش اومد، با فلان چیز زمان خریدم، بچم رژگونمو زد شیکوند، بلافاصله اتاق رو ترک کردم، رفتم سمت ظرفشویی، آب زدم روی صورتم، 10 دقیقه یه رو به جای اینکه سریع برم اون رو از اون وسیله ها جمعش کنم یا بخوام شروع کنم تمیز کردن تخت و کیفم و موارد دیگه، یه 10 دقیقه یه رو برای خودم زمان خریدم. سریع چشممو نسبت به اون موقعیت بستم، یه ذره گذاشتم هورمونا فروکش کنه، زمان عصبانیت کم بشه و بعدش رفتم به اون محیط این کار انجام دادم. و توی اون دفتری که دارید اینجا بیایید بنویسید که بارش فکری، باید از خودتون گفتم سوال بپرسید چی کار کنم چنین اتفاقی نیفته. به طور مثال اگر میخوای مثلا برای خود من شام میرفت کشوی میز دراورم رو باز میکرد، لوازم آرایشم رو چند بار پنکیکا رو مارید، رژگونه هامو خراب کردش، معلومه داغ دلم تازه است از رژگونه، خیلی زیاد میگم. و بعد رفتار جایگزین بارش فکریه که ما تو لحظه، تو موقعی که از اون موقعیت دوریم و اون شرط ملتهبه دوریم، با خودمون داریم تو نوت گوشیمون مینویسیم من میتونم یه دونه کیف لوازم آرایش بردارم یا یه دونه کیف کوچولو بردارم، به طور موقت لوازم آرایشم رو از توی این کشو کاملا جمع کنم. بعد کل دراورم رو من خالی کردم کشوهاش رو و توی یه جایی گذاشتم که در دسترسش نباشه. خب چون تو اون لحظه اون که نمیدونه، من باید رفتار جایگزین داشته باشم تا از همچین اتفاقهایی جلوگیری کنم. مورد بعدی که جزو تمریناتون هستش،
این موقعیت ها رو شما شناسایی کنید، موقعیت هایی که میدونی زیاد اتفاق افتاده، هنوز هیچ راهکاری براش نداری، شروع کن بارش فکری چه راهکارهایی میتونی داشته باشی. میره دست میکنه تو تنگ ماهی، جای تنگ ماهی رو مثلا عوض میکنیم. میره کابینت ها رو میریزه بیرون. خب به طور موقت میتونیم اینجا رو یه تغییراتی بدیم بهش، میتونیم طبقات اونایی که وسایل خطرناک داره رو ببریم بذاریم کابینت های بالا. اون چیزایی که مهم نیستش یا اصلا چند تا از اسباب بازی های خودش رو تو کشوهای پای من، کشوهای آخری که زیر مایکروفرم هست، هی شما میرفت باز میکردش. قبلا دستمال کاغذی بود دونه دونه برمی داشت، این سری کلا خالیش کردم، 2-3 تا ماشین گذاشتم اونجا. اصلا بعد از یه مدت کلا از سرش افتادش. این موقعیت ها رو شما یادداشت کنید. مثلا میره سمت پریز برق، براش در پوش میگیرم، میره کابینت رو باز میکنه، میخواد بره دامستوس رو بخوره. چند بار رفتم دیدم مثلا داره دامستوس، از این قفلای کودک میگیرم. همه چیز راهکار داره. ما با پیشگیری میتونیم خیلی از چیزها رو هم درست کنیم. پس پیشگیری ها رو مینویسیم، زمان خریدن رو مینویسیم، مواردی که توی جلسه قبل هم به شما گفتم رو هم انجام میدید و برای ادمینای دایرکتمون، پشتیبانامون میفرستید. حتما یادتون باشه توی کامنت ها به همون بگید که اینا رو انجام دادید. و مادرایی که برای اینکه انگیزتون زیادتر بشه در پایان این چالش همه تمرینات رو انجام بدن، نتیجه خیلی خوبی بگیرن، اون معجزه رو ببینن، چون ما ایمان داریم با تک تک کارهایی که به شما میگیم قدم به قدم پیش برید، نتیجه های فوق العاده ای نصیبتون میشه و اونها رو واسه میگی برامون بفرستین. این گزارش فرستادن همین به شما احساس امید میده که یه نفر حواسش به شما هستش. اونا رو من میام میبینم، هر موقع لایک کردم یعنی خودم دیدم، چکش کردم، حواسم بهتون هستش تا ان شاءالله یه نتیجه خیلی خوب رو بگیریم.